سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم که همه شما صحت سلامت هستین. رمضان به هر یکی ما و شما مبارک باشد. خداوند مهربان اله و نماز روزی هر یکی ما را به درگاهش قبول کند. در این روزه نوار ما سر می شود از همین کمتر پرودکت. بیرون برآمده بودیم، کمتر خرید کردیم. میوگی گرفتیم، لواش، نمیقه خریدست. شوهرم رس بازار رفته بودن فود سیتی، غیر تعیین کرده بودم. من همین 9 دانه غیره 250 روبل بدست. گوشت آوردن و در اینجا باشد نان. این 2 دانه فطیر می باشد. خواستیم برای افطار بوگکباب تیار نمایم. در اینجا لیمون، پمیدار، پیاز را میده کردم. در دیگ آب انداختم. نکنم بوگکباب ها را میچینم. تا افطار انشالله میپزد. انا افطار شد دوستان عزیز. انا بوگکباب ما هم تیار شد. نکنیم افطار میکنیم. رحمت که تا آخر ویدیو با ما بودید. در امان الله باشید.